هی guys چطورین؟ به چنل یوتیوب من خوش اومدین. من بران هستم و توی این چنل ما در مورد کتابا صحبت میکنیم. پس اگه تو هم مثل من این کرم کتابی حتما چنل رو سابسکرایب کن و زنگوله بغلش هم بزن تا همیشه جزو اولین نفراتی باشی که ویدیو من رو میبینی. توی این ویدیو قراره در مورد کابوس کتابخونه صحبت کنم. این که بهش میگم کابوس اغراق نیست، عملا کابوسه و همین الان که دارم با شما صحبت میکنم منم دچار این کابوس شدم و قراره تلاش کنم تا ازش بیام بیرون. امروز قراره با هم دیگه در مورد ریدینگ اسلامپ صحبت کنیم. ریدینگ اسلامپ چیه؟ ریدینگ اسلامپ یا فلج مطالعه حالتیه که یه فرد که مطالعه کردن و کتاب خوندن جزو روتین زندگیشه یهویی دیگه اصلا نمیتونه کتاب بخونه و اصطلاحاً ما بهش میگیم طرف رفته توی اسلامپ. 4 تا از حالت‌هایی که طرف بعد از اونا میره توی اسلامپ عبارتن از: اولین حالت بعد از خوندن یک کتاب به شدت خوب و یا به شدت بده. حالت دوم بعد از خوندن یک کتاب سنگین و سیال فکره. حالت سوم بعد از یه مدت طولانی پشت سر هم مطالعه داشتن و حالت چهارم بعد از یه مدت طولانی مطالعه نداشتنه. توی حالت اول گفتیم که یک کتاب خون بعد از اینکه یک کتاب به شدت خوب و یا به شدت بد میخونه ممکنه که بره توی اسلامپ. چی باعث میشه که طرف توی اسلامپ بره؟ وقتی شما یک کتاب به شدت خوب و یا به شدت بد رو تموم میکنین ناخودآگاه این ترس رو پس ذهنتون دارین که نکنه اون کتابی که میخوام شروع کنم به خوبی کتابی که تموم کردم نباشه و یا به همون اندازه بد باشه و من ازش خوشم نیاد و این ترس به پس ذهنتون میمونه و شما موقع انتخاب کردن کتابا خیلی بیش از حد وسواس به خرج میدین و این ترس باعث میشه که شما مکث کنین، یه مدت نرین دنبال کتابا و کلا برین توی اسلامپ. چجوری میتونیم از اسلامپ بیایم بیرون؟ اگه این دلیلی که شما رفتین توی اسلامپ راهکارش اینه که یک کتاب مورد علاقتون، کتابی که میدونین اگه بخونینش حوصلتون سر نمیره و میتونین برای بار دوم و یا سوم و چهارم هم اونو بخونین و همچنان مثل دفعه اول ازش لذت ببرین. همچین کتابی رو بردارین و کم کم شروع کنین به خوندنش. حالت دوم بعد از خوندن یک کتاب خیلی سنگین و یه سیال فکره. وقتی شما همچین کتابی رو میخونین ذهنتون هنوز درگیر اون بعدهای مختلف کتابه و اینکه توی کتاب دقیقاً چه اتفاقی افتاده و یا نویسنده تلاش میکرد تا چه معنا و مفهومی رو به ما برسونه و این باعث میشه تا شما برین توی اسلامپ و نتونین برین سراغ یک کتاب دیگه‌ای چون هنوز ذهنتون درگیر کتابیه که تمومش کردین. راهکارش چیه؟ خب من واسه این دلیلی که ممکنه باعث اسلامپ رفتن شما باشه 2 تا راهکار دارم. راهکار اول خوندن مقاله هایی که در مورد اون کتاب نوشته شده و دیدن ریویو های بوک‌تیوبرهای مختلف در مورد اون کتابه. چون که یه متن هزاران هزار فرامتن داره و هر فرد با یه دید متفاوتی نسبت به یک کتاب نگاه میکنه و ممکنه بقیه چیزایی رو توی اون کتاب دیده باشن که شما متوجهش نشده باشین و این ممکنه یه مقداری ذهنشون رو آرومتر کنه. راهکار دوم خوندن یک کتاب سبک، روون و کم حجمه. من به این کتابا میگم کتابای لقمه‌ای، کتابایی که با یه نشست میشه خونده شد. وقتی این کتاب رو میخونین یه مقداری ذهنتون آروم میشه، یه مقداری اون گره های ذهنتون باز میشه. اگه بخوام بهتون یه کتاب لقمه‌ای معرفی کنم کتاب کیمیاگر اثر پائولو کوئلو رو بهتون پیشنهاد میدم. و اما میرسیم به دلیل سوم، یه مدت طولانی مطالعه داشتن. خب ببینیم بچه‌ها وقتی شما یه کار رو میذارین توی روتینتون و هر روز برمیگردون و انجامش میدین ذهنتون ازش کم کم خسته میشه و دیگه واسش هیجان کافی نداره و نمیتونه بره سراغش، یعنی رغبت لازم واسه کتاب خوندن رو از دست میدین و دیگه واسش هیجان انگیز نیست. توی این حالت فقط باید به خودتون فضا بدین، یه مقداری از کتاب خوندن و اینا فاصله بگیرین. بعد از یه مدتی شما میبینین که خودتون خود به خود دلتون میخواد که برین سراغ کتاب خوندن و کتاب بخونین. حالا اینم بگم، حالا وقتی که هوس کردین کتاب بخونین بازم یهویی نرین یه کتاب مثلا مجموعی بردارین بخونین و یه کتاب 500 صفحه‌ای کوچولو شروع کنین. یه کتاب کم حجم مثلا 100 صفحه 200 صفحه بردارین و روزی مثلا 5 صفحه بخونین و کم کم بهش اضافه کنین تا وقتی که به سطح مورد نظرتون برسه. حالت چهارم، یه مدت طولانی دور بودن از مطالعه و مطالعه نداشتن.
خب ببینین وقتی شما میخواین که یه کاری رو واسه بار دوم شروع کنین خیلی سخت‌تر از وقتی که واسه بار اول میخواین یه کاری رو شروع کنین. توی این حالت بازم نباید از کتاب‌های سنگین، کتاب‌های سیال فکر، کتاب‌های پرحجم و اینا شروع کنین. مثل کسی رفتار کنین که عملاً واسه اولین بار داره کتاب میخونه. یه کتاب که ژانر مورد علاقتون باشه، از نویسنده مورد علاقتون باشه بریم پیدا کنین و با اون شروع کنین به خوندن دوباره. حالا بهتون چند تا راهکار کلی میگم که با اونا هم میتونین از اسلام در بیارین. وقت گذروندن با کتابا یکی از کارهای مورد علاقه خودم شخصا وقت گذروندن با کتاباست. یعنی عملا من عاشق اینم که برم توی کتابخونه و توی کتابخونه قدم بزنم ببینم از کدوم نویسنده چه کتابی هست که نخوندم، کتابا رو بردارم ورق بزنم. 6.5 hours later. راهکار دوم چرخیدن توی بوکتیوبه. خب ببینیم وقتی شما میایین توی بوکتیوب یا بوکتاک و بوکتاگرام و میبینین که همه دارن کتاب میخونن، دارن با ذوق در مورد کتابایی که خوندن حرف میزنن، ناخودآگاه آدم دلش میخواد که اینم بشینه کتاب بخونه و بره در مورد کتابی که خونده حرف بزنه. بریم توی بوکتیوب بچرخیم، با چند تا بوکتیوبر آشنا بشیم و بوکتیوبرای مورد علاقه خودتون رو پیدا کنیم. راهکار سوم بریم بوک دیت. خب ببینیم بچه این آپشن واسه کسایی که مثل من سگی تنها نیستن و دور و برشون کسایی هستن که کرم کتاب باشن و یا حداقل یه مقداری کتاب بخونن. اگه شما هم مثل من تنهایی پیشنهاد نمی‌کنم که این پارت ویدیو رو ببینید. داشتم میگفتم بوک دیت چیه؟ بوک دیت اینجوریه که شما با دوستتون، پارتنرتون، کسی که مثلا آشناست از روی خانواده‌تون، خواهری، برادری، چیزی دستشو میگیرین، بعد میرین کتابخونه، بین کتابو میچرخین، بعد شما واسه اون طرف مقابلتون یک کتاب میخرین و طرف مقابل هم واسه شما یک کتاب میخره و بعدش این کتاب رو برمیدارین میرین توی کافه، فضای سبزی، خونه، اتاقی، آشپزخونه، خیابون، کف پارک، جایی میشینین و اون کتاب رو میخونین. خب بچه‌ها خیلی ممنون از اینکه تو اینجور ویدیو همراهم بودین. نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو واسم کامنت کنین و اگه ویدیویی درخواستی دارین توی قسمت کامنت رو بهم بگین. همه ویدیوهای درخواستیتون رو ریکورد میکنم. همین ویدیو هم یه ویدیوی درخواستی بود. خیلی ممنون میشم اگه این ویدیو رو لایک کنین و چنلم هم خوشحال میشم اگه سابسکرایب کنین و زنگوله بغلش هم بزنین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.